بنابراین ای هم ایمانان دوست داشتنی و مورد علاقه من، ای شادمانی و تاج‌های سر من، ای عزیزان من، در خداوند محکم بایستید. از افودی درخواست دارم و از سنتیخی التماس می نمایم که در خداوند یک رأی باشند. و از تو نیز ای هم قطار بیریا خواهش می نمایم که این بانوان را که در رساندن انجیل یا خبر خوش نجات با من زحمت کشیدند و همچنین اکلمنتوس و سایر همکاران من را که نام ایشان در دفتر زندگی است امداد نمایید. در خداوند همیشه شادمانی نمایید. دوباره خواهم گفت شادمانی نمایید. باشد که روح ملایمت شما برای همگی مردم شناخته شود. خداوند نزدیک شکست دلان است. برای هیچ چیز نگران مباشید، بلکه در هر چیز با دعا و التماس با سپاسگزاری درخواست‌های خود را نزد خدا بیاورید و آرامش خدا که از هر درکی فراتر می رود قلب‌ها و ذهن‌های شما را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. سرانجام ای هم ایمانان، در هر آنچه حقیقت، هر آنچه قابل احترام، هر آنچه منصفانه، هر آنچه بی‌آلایش، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است تمرکز نموده و اگر چیزی برتر و یا قابل ستایش است در آنها اندیشه نمایید. آنچه از من در مسیح آموخته و پذیرفته و شنیده و دیده اید آنها را انجام دهید و خدای آرامش با شما خواهد بود. آمین در نام پرجلال عیسی مسیح.